وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. برادران نهایت محترم، عزیز، عزاداران عاشورا، مهمانان گرامی، جناب محسنی صاحب، فرزند دلبند آقای محسنی عبدالله محسنی و علمای کرام که در محفل امروز حضور دارند، مهمانان گرامی و هموطنان عزیز، برادران خواهران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه اولتر روز عاشورا، 10 محرم، روزی که شخصیت بزرگ و شخصیت تاریخ ساز اسلام، نواسه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کسی که و شخصیتی که خون جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در رگایش میدوید، کسی که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، کسی که در احادیث میآید که در یکی از روزها جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چادر در حال بالای خود مندازه که امام حسین و امام حسن و همچنان حضرت علی کرم الله وجهه علیه السلام همه اینا در زیر یک چادر بودن و می گفتن که اینا اهل بیت من است. امروز روز شهادت یک شخصیت بزرگ و عالی قدر اسلام، نواسه رسول الله صلی الله علیه و سلم. به مناسبت از این شهادت ما تعزیت خود و تمام برادران را به شما بزرگان، کسانی که در این مجلس هستیم، و تمام ملت افغانستان و همچنان به تمام امت مسلمه تسلیت می‌گویم. برادران محترم، در این جای شکی نیست که در طول تاریخ اسلام مسلمان ها بسیار قربانی ها دادند. به مانند امام حسین علیه السلام، ما بزرگان قبل از او و بعد از او تا به حال داشتیم که در راه دین و آزادی کشور خود و دین خود و عقیده خود صدها و هزارها قربانی ها دادند و پیروی از راه پاک و صفای امام حسین را به پیش بردند. پیشتر برادرها فرمودند که در مقابل ظلم، ستم و اشغال باید هیچ مسلمان آرام ننشد و این وظیفه هر مسلمان است که در مقابل ظلم و ستم بخیزن و صدای خود بلند بکنن. مشعل راه ما، چراغ راه ما امام حسین علیه السلام است. در جای شک نیست. ای کاش همین واقعه صورت نمی گرفت. خداوند محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت از او در قلبها و دلهای ما بیندازد تا ما با اهل بیت و با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت بکنیم
و هیچ کس مسلمان کامل شده نمیتونه و ایمانش کامل نیست تا محبت از اینا در دلهایشان نباشه. خداوند محبت از اینا را در دلهای ما بندازه. برادران عزیز، چند کلمه مختصر عرض میکنم و او است که در طول تاریخ مسلمان ها از ابتدا تا به آخر همیشه از طرف دشمنان گزیده شدن و برشان مشکلات زیاد خلق شد. از ابتدای شروع اسلام وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه معظمه مبعوث شد به پیغمبری، شما میبینید که اولین کسی که اونا را تکذیب میکنه قوم خودش است. کاکاها و بچه های کاکاهای خودشان است، تکذیبشان میکنه و مدت 13 سال بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش تعزیت را اینا و عذاب را بالا از اینا میارن که تاریخ شواهد از او است. ما نمیریم به جزئیات که بالای همیشان بحث کنیم. و در مقابلشان حوصله‌مندی و شفقت و بردباری و تحمل و اخلاق که از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، امو باعث همی شد که امروز اسلام تا به سرحدات چین و ژاپن و تا غرب، تا امریکا و تا اروپا رسید. و بعدا هجرتی که به مدینه منوره صورت گرفت و آیات جهاد نازل شد و بالای مسلمان ها جهاد فرض شد، با شما میبینید که در کمتر از یک قرن مسلمان ها با امو قوت نیروی و همچنان امو عقیده که اینا با خداوند و رسول خدا داشتند، در کمتر از یک قرن اسلام از مدینه به هزارها میل به طرف غرب و شرق رساندند. و امروز از برکت از ما و شما این امروز مسلمان هستیم و در این جامعه زندگی میکنیم. خب فراموش باید نکنیم که فرزندان اسلام، مسلمانان ما در هر جای قربانی ها دادند و در هر جای در راه اعلای کلمت الله و پخش و نشر دین مقدس اسلام اینا از هیچ نوع قربانی دریغ نکردند. ما شاهد صحنه هایی که در این 4 دهه در داخل افغانستان صورت گرفته است می باشیم. اکثرت شما برادرها شاید شاهد صحنه از این 40 سال اخیر و تا 45 سال اخیر بوده باشیم. برادرای ما، افغانهای ما در مقابل کمونیسم و اتحاد شوروی سابق که برای کشور ما حمله کردند و کشور ما را اشغال کردند، با تمام قوت و توانی که داشتن همه اقوام، همه مردم افغانستان از مرد و زن در مقابلش خیستن و اعلان جهاد کردند. ولله الحمد بعد از مدت 9 سال جهاد مسلحانه خداوند امی جهاد مردم افغانستان در دربار خود قبول و مقبول کرد و شوروی را از افغانستان بیرون کرد و شوروی ها در اینجا در افغانستان شکست فاحش بود و به برکت جهاد مقدس افغان ها بود که در حدود 15 کشور آسیای میانه که تحت تسلط شوروی سابق بود آزادی خود گرفت. اونا هم کشورهای مسلمانی بودند که در وقت انقلاب کمونیسم شوروی تحت اشغال از اونا آمده بودند. اونا هم جهاد کردند، هزارها شهید و کشته دادند، مگر بالاخره در مقابل ابرقدرت شوروی بزانو در آمدند و کشورهایشان اشغال شد. ولله الحمد این افتخار افغانستان، مردم افغانستان، مجاهدین افغانستان کسب کردند که شوروی را در داخل افغانستان شکست داد و تمام کشورهای اسلامی را آزاد ساخت. بر علاوه از اینکه خود افغانستان آزاد شد، کشورهای دیگر هم آزاد ساخت. مگر باز متاسفانه ما بگویم که کشور ما همون لذت و شیرینی که بعد از شکست شوروی به افغانستان آمده بود چشیده نتوانست. البته یک تعداد از افغانایی که به خاطر قدرت یا به خاطر خودنمایی یا به خاطر بعض اغراض شخصی خود در بین خود جنگیدن و ملت ما را به خون و خاک کشیدن. ای کاش همینطور نمیشد. شما شاهد حال و صحنه هستید در داخل کابل
که هزارها نفر بیگناه کشته شد به نام احمد و به نام محمود. و امو مشکلاتی که امو وقت روی کار آمد سبب ازی شد که تحریک طلبا به میان بیاید تا همین مشکلات از بین ببرد. و بعدا شما شاهد صحنه هستید که آمریکایی ها به نام جرم ازی که یک حکومت اسلامی در داخل افغانستان تشکیل شده بالای افغانستان، برخلاف تمام نرم و قوانین بین المللی بالای افغانستان حمله میکنه و افغانستان اشغال میکنه. و در این 20 ساله که قوت‌های آمریکا و ناتو در افغانستان بود، شما تمام مظالم رو به چشم سر خود دیده. هیچ افغان به هر نام و به هر نوع، تحت هر لوای، تحت هر مذهبی که بودن در افغانستان مسئول نبود. برای امریکایی هایی به تفاوت بود که کیس و کی نیست، کل گیره به نام تروریست و خلاف از اینا میدانستن و از بین میبردن. بالای هیچ قوم و بالای هیچ مردم و بالای هیچ ولایت رحم نکردن. وطن ما را یک بار دیگر به خاک و خون کشید. خرابه ها و تخریب کاری هایی که در این 20 سال به افغانستان آمد نظیر ازی در جنگ های سابقه دیده نشد. خود لله الحمد با مقاومت مردم مجاهد افغانستان، اعم از مرد و زن، بالاخره خداوند بعد از 20 سال جهاد مسلحانه این ملت یک دفعه دیگر پیروز ساخت و یک ابرقدرت و یک طاقت بزرگ جهانی را با پشتیبانی ناتو شکست میده و از افغانستان میگرزه و پای خود سبک میکنه. و ما به خاطر شکست آمریکا و متحدین از اونا، همین نعمتی که خداوند بالای ما نازل کرد، باید ما همیشه شکر از این نعمت بکنیم. صلح و امنیتی که امروز در افغانستان برقرار است نظیر از این 40 سال قبل دیده نشد. امروز از هرات تا به ننگرهار و از خوست و پکتیا تا به مزار راههای شاهراهای افغانستان، شهرهای افغانستان، ولسوالیهای افغانستان همهش مسئول است. دیگر در افغانستان زورگویی نیست، دیگر در افغانستان زوراور و کمزور نیست، دیگر در افغانستان قوت‌های خارجی وجود ندارد. هر کس سر، مال و ناموسش محفوظ است. این یک نعمت بزرگ خداوندی است که بعد از 40 سال بالای ما میآید. ما باید حمد و شکر خداوند ادا بکنیم. مشکلاتی که در پیش روی امارت اسلامی افغانستان امروز وجود دارد، اینا به دهانه بلکه به صدها مشکلات ما دارن پیش روی ما. کشوری که نیم قرن را در جنگ سپری کرده حتما مشکلات زیاد خود در پیش رو داشت و او هم در حالی که دنیای غرب و آمریکا تعزیرات بالای کشور ما وارد کردن که سیستم بانکی ما بند است، سیستم اقتصاد ما خراب است، همچنان در عرصه سیاست، تعلیم و تربیه، فرهنگ و دیگری که مشکلات ما در اینا صدها و هزارها هست. و اینا وقتی جور میشه که ما همه ما با عزم قوی و راسخ دست به دست هم بتیم و به خاطر آبادی کشور خود بخیزیم. افغانستان خانه مشترک کلگی ماست. بیرون از سرحدات افغانستان کس را نمیگه که تو از بامیان هستی، از لوگر هستی، از ننگرهار و از قندهار هستی. بیرون افغانستان هر کس را میگه از افغانستان است و پاسپورتش افغانی است. اگر ما کشور خود به پای استاده بکنیم از نگاه اقتصاد، سیاست و تعلیم، عزت ما در دنیا خواهد بود. و اگر ما مشکلات داخلی خود حل نکنیم، اختلافات ما در بین ما روز به روز زیاد شود، باز به می شکلی که هستیم به می رقم زندگی خواهد کرد. ما افسوس میکنیم به حال امو برادرایی که امروز از سرحدات افغانستان بیرون هستند و در بیرون از کشور به نوع از انواع از طرف قوت‌های امنیتی کشورهای خارجی کشته میشن و حیات خود از دست میدن، به نام از اینکه اینا متجاوز هستند، به نام از اینکه اینا بدون پاسپورت اسناد داخل کشورهایشان شد.
امروز صدها و هزارها افغان ما کشور را ترک کردن، بیرون رفتن. با وجودی که عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله اعلان عفو را برای همه افغان ها اعلان کردن، بالخصوص برای کسایی که در این 4 دهه با قوتای دشمن با اشغالگرای یک جای بودن، برای اونا عفو عمومی را اعلان کردن که ما با شما هیچ نوع حساب نداریم، هیچ نوع محاسبه همراه شما نمیکنیم، هر چیزی که گذشت گذشت. حالا باید زندگی نوی را با هم شروع بکنیم. زندگی نو، زندگی اخوت و برادری خواهد بود. زندگی نو، زندگی محبت بین افغان ها خواهد بود. و ما اگر از همین موقع استفاده نکنیم، شاید باز چانس دیگر خوب نداشته باشیم که به طرف ترقی و صلح و آبادی بریم. و خدا نکنه اگر امی حالت و امی نظام از دست ما میره، باز تخریب میشه، دشمنای داخلی و خارجی ما در این دست مندازه و مشکلات برای ما زیاد میسازه، باز شاید سالها ما باز سرگردان و در کشورهای دیگر آواره و مهاجر و در بین خود مشکلات های زیاد خواهد داشتیم. خداوند به این حالت ما را نبیاره. ما برادرها با استفاده از این محفل امروز، اگرچه این روز محرم و عاشوراست، عزاداری است، خب چون در مواقع بسیار کم مساعد میشه، چند کلمه را خدمتتان عرض میکنم. و ایست که شما دیده باشین هر قوم و هر کشوری که جور میشه و آباد میشه، ترقی میکنه، خود مردم از اونا کوشش میکنه این کار رو میکنه. ما هیچ وقتی توقع از بیگانگان نداشته باشیم، از کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای جهانی توقع را نداشته باشیم که اونا کشور ما را برای ما جور کنن. اگر اونا کشور ما را جور میکرد، 20 سال پیش با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد. 40 سال پیش شوروی با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد. با بیل و کلنگ و بیلچه و بلدوزر و تراکتور باید به افغانستان می آمد. اونا افغانستان را جور نمیکنن و اونا خوشی و سربلندی و منافع خود در این حالتی که افغانستان بود یا هست میبینن. این بالای ما فرض است که کشور خود بسازه. مبارزه و جهاد حضرت امام حسین علیه السلام در مقابل حاکمان وقت به خاطر چی بود؟ او به خاطر منفعت شخصی از اونا بود که برای خود قدرت کسب بکنه، برای خود خلافت همون زمان بگیره. به خاطر منفعت مسلمان ها بود، به خاطر منفعت یک حکومت اسلامی بود. نمیخواست که دیگه خطه ظلم شود، نمیخواست که دیگه فسق و فساد باشه، میخواست که یک حکومت اسلامی را، یک حکومت که همه مردم برادروار در بین خود زندگی بکنن. اونا مبارزه کردن و بالاخره شهید شدن. این یک الگو و یک مشعل راه ما و شماست که باید ما هم همین چیز داشته باشیم. امروز که به همت برادرها و خواهرای قهرمان افغانستان ما، افغانستان امروز آزاد است، خارجی ها در افغانستان وجود نداره. این بالای ما و شما که امروز زنده هستیم و در داخل افغانستان میگردیم، از آب و هوای افغانستان استفاده میکنیم، از میوه ها و دانه های افغانستان استفاده میکنیم. این بالای ما فرض است که ما باید به افغانستان صلح را دائمی بسازیم، امنیت بیاریم و افغانستان سر از نو تعمیر بکنیم و افغانستان از نگاه اقتصاد، از نگاه تعلیم، از نگاه سیاست به پای خود استاد بکنیم. و این وقت میشه برادرها که ما همه ما تمام اختلافاتی که در بین ما در نیم قرن ایجاد شده همه را پشت سر بگذاریم. دیگر ما به نام احمد و محمود کسی را نمیشناسیم، ما به نام پشتون و تاجک و هزاره و ازبک کسی را نمیشناسیم. کلگی ما یک افغان هستیم، مسلمان هستیم. امارت اسلامی همین تصمیم گرفته و به می خاطر امروز کوشش میکنه و تمام
صلاحیت و قدرتی که به دست دارد دمی را به کار میندازه و انداخته. و اگر تمام افغان ها از شرق تا غرب و شمال تا به جنوب همه به می روحیه برخیزیم و در بارسازی کشور خود دست با هم بتیم، انشاءالله دور نخواهد بود که ما یک روز افغانستان خواهد داشته باشیم که باز ما به کشورهای غریب منطقه و همسایه ها و دنیا کمک های اقتصادی بکنیم. ما افغان های غیور هستیم، ما افغان های هستیم که تاریخی پر افتخار داریم. اگر ما در یک قرن 3 ابرقدرت شکست داده میتونیم، باز چرا دست نیاز و گدایی را به کشورهای دیگری دراز بکنیم؟ ما باید همین غرور داشته باشیم که نه تنهایی که خود ما خودکفیل باشیم، باید به کشورهای دیگری هم کمک بکنیم. باید از صدقات و زکات و خیرات های ما باید دیگر مسلمان ها هم مستفید شوند. امروز کامیابی و موفقیت جهاد افغانستان علیه کشورهای غرب بالخصوص آمریکا مسلمانان مستضعف جهان به این امید ساختند که اونا هم امید از زیر دارند که یک روز اونا هم از یغ و زیر بار اسارت خواهد برآمد. باور کنین که برای ما مسیج ها و پیغام ها از همین مستضعفین جهان، از فلسطین، از سوریه، از عراق، حتی از یمن و کشورهای دیگری برای ما میرسه که اونا همین جهاد ما، همین کامیابی ما علیه آمریکا اونا رو بسیار پر امید ساختن. امیدشان به همین است که یک روز ما هم از همین مشکل خواهد برآمد و ما برایشان دعا میکنیم که او هم برادرای مسلمان ما هستند، تحت کدام مشکلاتی که اونا هستن و یاد دارن، خداوند اونا را هم از این مشکلات خلاص کنه و از اسارت بیگانگان و بالخصوص یهود و نصارا خلاصشان بکنه و یک امت مسلمه که از شرق تا غرب یکی باشن خداوند ایجاد کنه. ما برادران باید از افغانستان شروع کنیم و ویست که ما از این موقعی که فعلا میسر است باید استفاده عظمی بکنیم، با هم برادروار زندگی بکنیم و فریب تبلیغات منفی دشمنی که در داخل و در خارج کشور است نخوریم. شما امروز دیده باشید در صفحات مجازی 80% تا 70% تمام خبرهایی که میاین به نفع ما و به نفع حکومت ما و به نفع مردم ما نیست و یک حسی از اون تبلیغات سوی دشمن است که نمیخواین افغانستان آرام باشه، نمیخواین افغانستان یک افغانستان متحد و یک افغانستان قوی باشه، نمیخواین در افغانستان مردم افغانستان آرام زندگی بکنن و با عزت و سربلند زندگی بکنن. خب این خود دستایس دشمن است. وظیفه ما چی است؟ این بالای ما فرض است که ما همه از دستایس خونسا بسازیم و برادروار یکی در پهلوی دیگر بنشیم. امروز شما میبینید همون مجاهدینی که 20 سال در مقابل آمریکا جنگید، خانه و فامیل و برادر و اقارب خود از دست دادن، امروز امو برادرها در سرک در جاده ها پیره هستند تا ما آرام بخوابیم، تا ما آرام گشت و گذار در شهر داشته باشیم، تا ما آرام تمام مراسم مذهبی خود انجام بدیم. برادرای محترم، زیاد وقت نمیگیرم به خاطر از اینکه ما یک جای دیگه هم پروگرام داریم. در اخیر همه میگم که امارت اسلامی افغانستان با پالیسی که داره تمام مذاهبی که در افغانستان است اونا در تجلیل روزهای مذهبی و مراسم مذهبی خود مکمل آزاد است. هیچ مشکل در این باره نیست. حتی با شما یک اقلیت‌های غیر اسلامی هم داریم که در افغانستان است، اونا را هم کس مزاحم نمیشه و کس برشان مزاحمت خلق نمیکنه، آزاد هستن که مراسم عقیدوی خود به صورت درست انجام بده. آزادی بیان لله الحمد شما میبینید تا جایی که هر کسی که میخواه بالای حکومت، بالای کسایی که در رأس کار هستند انتقادهای سالم و ترمیمی داشته باشند، کس مزاحمت و مشکل برشان جور نمیکنه تا وقتی که حیثیت و شخصیت از او کس جرح نکنه.
و از اون حد و حدودی که شریعت و اسلام برش تعیین کرده برای آزادی بیان از او عبور نکنه. تلویزیون، رادیو همه را شما میبینید آزاد است. البته من نمیگم که تمام مشکلات فعلا حل است. بسیار مشکلات فعلا هم ما داریم و است. خب کوشش میکنید تا تمام از این مشکلات به همکاری یکی دیگر ما حل شود. جامعه ما یک جامعه اسلامی و سنتی است. در این جامعه افکار، طرز تفکر، رسم و رواج و عنعنات مختلفی وجود دارد. تنها درباره مراسم عروسی اگر ما ببینیم، به طور مثال شما ببینید در جنوب افغانستان یک قسم مراسم دارن، در شمال دیگه و در شرق و غرب دیگه. باید همه از اینا احترام شود. ما نمیتونیم که یک قسمت از اینا رو بپذیریم، قسمت دیگر از بین ببریم. به خاطر از اینکه اختلاف پیش نشه، به خاطر از اینکه مشکل جور نشه. و ما به عنعنات مردم احترام میکنیم، به هر شکل و برنامه‌ای که باشه، تا جایی که خلاف شریعت و اسلام نباشه. البته هدف کلگی ما و شما و امروز برادرایی که پیش روی ما هستند، هدف کلگی ما و شما یک حکومت واقعا اسلامی در افغانستان است. ایجاد یک حکومت اسلامی در افغانستان که مبدا و منبع از او شریعت اسلامی باشه و یک حکومت باشه که همه در او حکومت خود ببینه و هر کس فکر بکنه که حکومت از ماست و حکومت فکر بکنه که مردم از ماست. ما وقتی یک حکومت کامل و حکومت کامیاب شده میتونیم تا مردم با ما باشه و ما این کوشش میکنیم. مشکلات زیاد است، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دیگر انشاءالله برادرها دمی کوشش هستن تا این مشکلات زودتر حل شود. مگر باز هم من میگم که حکومت و امارت به تنهایی خود نمیتونه تمام از مشکلات حل بکنه، با کمک شما ضرورت داره. و این برادرای فکر نکنه که من خو یک فرد عادی هستم، من چی کرده میتونم. نه برادر، تو هر کاری کرده میتونی، در هر مسلک و در هر رشته که هستی که قدم اول داری میده در بارسازی افغانستان مؤثر واقع میشه. و اگر نباشه اخلاصی که خودت داری، محبتی که خودت با این ملت نشان میدی، با مردم خود نشان میدی، امی کافی از خداوند برات اجر میده. ما با امید از اینکه یک افغانستان آزاد، مستقل، یک افغانستان صلح آمیز، یک افغانستان مترقی داشته باشه. ما امی روز عاشورا را یک بار دیگر به تمام برادرایی که در این محفل وجود دارند، به خواهرها، به برادرها، تمام ملت مسلمان افغانستان و بالخصوص به تمام امت مسلمه تسلیت میگیم و خداوند بزرگا و کلانای ما را زنده داشته باشند. خداوند شهادت شهدای ما را، شهدایی که بالاخره دمی چند روز قبل در واقع کارت سخی و در دشت برچی و در بعض جاهایی که صورت گرفتن، خداوند شهادت از اونا را قبول بکنه. و ما و شما باید نگذاریم که دشمن داخلی و خارجی از این مواقع و از این روزها استفاده بکنه تا امنیت ما را برهم بزنه و یک هرج و مرج در داخل کشور ما بندازه. و خداوند شهادت تمام شهدای راه حق ما را در این 40 سال و 20 ساله که در راه آزادی کشور دادن، خداوند شهادت کل از اینا را قبول بکنه و خداوند کشور ما را آباد بسازه، صلح و امنیت به کشور ما بیاره. خداوند به امرا و کلانای ما توفیق از این بتن که خدمت مردم ما بکنه و خداوند به مردم ما، به عوام ما توفیق بتن تا از امرای خود در راه شریعت اطاعت بکنه. با امید یک افغانستان سربلند و یک افغانستان مرفه، یک افغانستان مستقل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.